خب دوستان، بریم سراغ هوروسکوپ امروز. خیلی خوش آمدیم به کانال خودتون. امروز مارس در دوقلو هستش همچنان و خورشید در لئو و این دو بازو به بازو در حال حرکت هستن و فضا حسابی گرم و فعال هستش. ما هم در نشان قوچه و این گرمای سوزان رو افزایش میده و حقیقتا امکان نشستن و خوابیدن نیست و حرکتی باید انجام داد و تکانی باید خورد. منظور از این گرما و سوزانی این هستش که شما انرژی لازم رو برای انجام کارهاتون در خودتون حس میکنین و یک شور در واقع هیجان بسیار زیادی در وجود شماست. خب کاری باید انجام بشه، به خط پایان برسه و نهایی بشه، یا اینکه باید مسیر جدیدی رو آغاز کنید. این انرژی بسیار رقابتی هستش، ریسکی، چالش پذیر، با اعتماد به نفس، مصمم، شجاع و جسوره. انرژی بسیار بالاست و باید آن رو در مسیر لازم و کارآمد مصرفش کنید. از طرفی مرکوری هم وارد خوشه ریزبین شده که مرکوری در خوشه بسیار دقیق و عملکردی و حسابگره. مرکوری در خوشه مدارک و پرونده های زیر خاکی رو بیرون میاره و بررسی میکنه، چون اینجا حرکت برگشتی خواهد داشت. کاغذبازی و حساب کتابای گذشته و جامونده باید رسیدگی بشه. مرکوری در خوشه به کلمات و ترکیب‌ها و ترتیب‌ها اهمیت میده و نکته بینه، یعنی نکات ریزی ممکنه راجع به یک مسئله برای شما روشن بشه. تعجب نکنید اگر خودتون یا دیگران به جزئیات گیر میدین. مرکوری در خوشه بسیار واقع‌گرا میشه و جز مدارک چیزی نمیتونه صحبت‌ها و ادعاها رو اثبات کنه. همه دنبال مدرک خواهند بود تو این در واقع تو این بره از زمان و تو این انرژی کائنات، چون مرکوری در خوشه به دنبال مدارک برای اثبات سوالات ذهنیش هستش. آنالیز و نتیجه گیری میکنه. مرکوری در خوشه منتقد و سرزنش کننده هم میتونه باشه. باید مراقب باشیم تا تعادل رو حفظ کنیم و جزئیات گرایی بیش از حد باعث نشه که از دورنمای بزرگتر غافل بشیم. پس بنابراین امروز روزی هستش که مدارک رو میشه، اطلاعات در واقع شیر میشه و احتمالاً که شما مدرکی براتون رو بشه یا سندی رو بشه یا واقعیتی برای شما عیان بشه خیلی زیاد هستش و خودتون هم بسیار نکته‌بین ریزبین خواهید شد یا دیگران در مورد کارهای شما نکته‌بین و ریزبین خواهند شد. خب دوستان، امیدوارم که از این انرژی ها و تعابیری که من براتون میگم حد اکثر استفاده رو بکنین. امروز زمانی هستش که میتونین رازهای نهفته رو آشکار کنین. مراقب خودتون باشین. هر جای دنیا که هستین براتون آرزوی سلامتی و شادی دارم. روز و شبتون خوش. خدا نگهدار.